وحید میخوام ببرمت یه جایی که الان پرات میریزه. حاجی از درش پرام ریخته. ببینیم چه خبره. حاجی اینجا انباره؟ نه اینجا خونه ماساییاست. سوپا ایشون یه زن ماساییه. چقدر زناشون بسازه حاجی. آره خیلی. میبینی ایران میگه باید پنتهاوس داشته باشی. بشین اینجا سیتینگ اریاه، میتونی بشینی. کلا زندگی همینجاست. زندگی همینجاست. نگاه کن چند تا بچه هم داشت که. ایشون چند تا بچه هم داشت. اینجا ببین این قسمت آشپزخونه شونه. آشپزخونه نه کابینته. نه کابینتیه نه چیزی. اینجا میریم میبینیم که اینجا اتاق مهمونه. بذار نور بندازم. اتاق مهمون. یا خدا کسی هم خوابه. اینجا یکی خوابه. مهمون دارن احتمالاً. مهمون دارن. یکی خوابه. اونجا چیه؟ اینجا مال بچه هاست. اینجا هم مال پدر و مادره. اینجا اتاق سرجم 20 متر نیست درسته؟ آره ولی حداقل اینجا نزدیک به 10 نفر آدم زندگی میکنن. ای ماشاءالله. حاجی از آشپزخونه هم بگیر ظرف و ظروفش. اینجا رو ببینید. اینجا خونه ماسایی است. ببین یه نکته اینجا داره، پنجره ها رو خیلی کوچیک میسازن برای اینکه حشرات و پشه و اینا نتونه بیاد زیاد داخل اذیتشون کنه. سوپا. Yes. What's your name? Netayan. Netayan. Yes.